وضعیت خاصی پیدا کردن ولی اصولاً دیگه صورت نمیگیره. برخی این مطلب رو مطرح کردن که آیا این به طور مستمر وجود داره در خصوص همه مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای. در کنار مسائل دو جانبه گفتگو داریم و از دیدگاه‌های در واقع طرفین دو کشور استفاده می‌کنن. آنچه که من و داوطلبانه خودشون صورت گرفته. مواضع وزارت خارجه در برابر این اتهامات چی هست؟ یه اتفاق اونجا افتاده که در هنگام تشکیل ایشون پرچم اقلیم به جای پرچم عراق روی تابوت بود. بعضی از شرکت کنندگان عراقی استقبال رسمی طول زمان بسیاری نداشت، کوتاه بود و اون به هر حال با توجه به شخصیت آقای طالبانی و ارتباطات دینی که آقای دکتر ظریف در فرودگاه توقف کرد و در واقع در جایگاه قرار گرفتن و بعد هم فرودگاه رو ترک کردند. غیر از میز مذاکره حل کنه قبلش رو با توجه به اینکه در مورد اینکه جمهوری اسلامی در صورت نیاز اقداماتی رو اگر نیاز باشه انجام خواهند داد با همکاری عراق دولت مرکزی. نوشته شده و من هم لابلای صحبتام اشاره کردم. سفر آقای اردوغان سفر بسیار موفقی بود، در فضای بسیار سازنده، دوستانه و صمیمانه این دیدارها در سطوح مختلف انجام شد. توسط مقام معظم رهبری به حضور پذیرفته شدن ایشون و مذاکرات بسیار اساسی و راهبردی در مورد مسائل دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای صورت پذیرفت و انشاءالله این همکاری‌ها و این روند با کشور همسایه ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد. در اجلاس D8 که تصور می‌کنم در همین مهر ماه باشه ما شرکت خواهیم کرد در سطوح عالی و مقدمات اون داره فراهم میشه و انشاءالله روزهای قبل از برگزاری این نشست و اجلاس در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. اقدامات تجاری که در دوران تحریمی که وجود نداره که اقتصادی رو داریم بین دو کشور که اگر اشتباه نکنم وزیر کار و تعاون در واقع ریاست هیئت ایرانی رو در اونجا به عهده دارن. خب یک شماره 10 داریم اینجا که هیچ اسمی توش نوشته نشده، خالی است. نفس صحبت اگر دولت مرکزی عراق مصمم به این نشست‌ها و مذاکرات باشه چیز قابل قبولی است و اون رو ما نمیتونیم رد بکنیم. آنچه که مهم هست تصمیم دولت عراق هست که روش و راهکارهای خودش رو در پس از همه پرسی مشخص بکنه.